سلام، بریم که این الگوی فوق‌العاده رو که فقط با یه اندازه گیری، اونم اندازه شانه به شانه ما طراحی میشه رو با هم دیگه آموزش ببینیم. آره درست شنیدی، فقط یه اندازه گیری. شما فقط با داشتن عرض شانه به شانه‌تون میتونید یه الگوی مردانه فوق‌العاده شیک طراحی کنید. فقط قبل از رسم این الگو من باید چند تا نکته رو بهتون بگم. نکته اول این که اندازه‌گیریاتون رو حتما با سانتیمتر انجام بده. از خطکش استفاده نکنید چون سانتیمتر دقیق تره. نکته بعدی این که من میخوام عرض شانه به شانم رو یکم افتاده بگیرم، یعنی میخوام یه حالت آستین افتاده طراحی کنم. شما میتونید عرض شانه به شانه اصلی فرد رو اندازه گیری کنید. من میخوام یکم الگوم به حالت آستین افتاده بشه. برای همین عرض شانه به شانم رو بیشتر در نظر میگیرم. خب بریم برای رسمش. برای رسم این الگو از سمت راست کاغذ شروع میکنیم. پشت الگومون سمت راست طراحی میشه و جلوی الگومون سمت چپ کاغذ طراحی میشه. از بالای کادر 2 تا 3 سانت پایین بیاید و 2 تا خط عمود بر هم طراحی کنید. به این صورت با استفاده از گونیا 2 تا خط عمود بر هم صاف طراحی میکنیم. ابتدای این نقاط رو نقطه شماره 1 نامگذاری میکنیم و از نقطه شماره 1 به اندازه 3 سانت و نیم ثابت پایین میاد و این نقطه رو نقطه شماره 2 نامگذاری میکنیم. از نقطه شماره 2 نسبت به خط شماره 1 یه خط عمود میکنیم. این خطی که طراحی میکنیم خط شیب سرشانه ماست. از نقطه شماره 1 به اندازه 9 سانت ثابت به سمت داخل علامت میزنیم و این نقطه رو نقطه شماره 3 نامگذاری میکنیم. از نقطه شماره 3 خطی رو عمود تا نقطه شماره 2 امتداد میدیم و این نقطه رو نقطه شماره 4 نامگذاری میکنیم. اندازه بین دو نقطه 2 و 4 رو اندازه گیری میکنیم، وسطش رو پیدا میکنیم و علامتش رو مشخص میکنیم. حالا به وسیله یه پیستوله نقطه شماره 3 رو به این نقطه‌ای که مشخص کردیم وصل می‌کنیم. به این صورت هلال یقه پشتمون رو طراحی کردیم. من اندازه شانه به شانم رو 55 در نظر گرفتم. همونجوری که گفتم میخوام آستینای کارم یه مقدار افتاده بشه. حالا از نقطه شماره 2 به اندازه 1/2 شانه به شانه به اضافه 1 سانتیمتر داخل میشیم. 1/2 شانه به شانه من 27 و نیم میشه که به اضافه 1 سانت آزادی 28 سانت میشه و من این مقدار رو از نقطه شماره 2 داخل شدم و این نقطه رو نقطه شماره 5 نامگذاری میکنیم. در ادامه نقطه شماره 3 رو به وسیله خطکش به نقطه شماره 5 وصل میکنیم که این خط سرشانه ما رو تشکیل میده. روی این خط باید بلندی کف حلقمون رو مشخص کنیم. پس کاری که انجام میدیم از نقطه شماره 2 به اندازه 1/2 اندازه شانه به شانه به اضافه 5 سانتیمتر ثابت روی این خط علامت میزنیم که این اندازه برای من 33 سانت میشه و این نقطه رو نقطه شماره 6 نامگذاری میکنیم. نقطه شماره 6 رو به صورت عمود طراحی میکنیم. خط 6 خط کارر پشت ما رو تشکیل میده. پس ما روی این خط به اندازه 1/2 عرض شانه به شانه منهای 1 سانتیمتر داخل میشیم و این عدد کارر پشت ما رو تشکیل میده که این عدد برای من 26 و نیم میشه. این نقطه رو نقطه شماره 7 نامگذاری میکنیم. از نقطه شماره 7 نسبت به خط 6 خطی رو عمود طراحی میکنیم به صورتی که این خط سرشانه ما رو قطع کنه. توی این مرحله از نقطه شماره 7 به اندازه 6 سانتیمتر ثابت به سمت بیرون علامت میزنیم و این نقطه رو نقطه شماره 8 نامگذاری میکنیم. فاصله بین این نقطه و این نقطه رو اندازه گیری میکنیم و هرچی به دست اومد رو به 3 قسمت مساوی تقسیم میکنیم که برای من حدود 10.2 میل میشه. این نقطه رو با خطکش به نقطه شماره 5 طراحی میکنیم و از 1/3 پایینی با یه هلال ملایم به نقطه شماره 8 طراحی میکنیم. هلالمون رو به وسیله پیستوله انجام میدیم و این هلال نباید خیلی گود باشه
اینو حتما در نظر بگیرید که با یه هلال خیلی ملایم این قسمت طراحی میشه. از نقطه شماره 8 مون خطی عمود نسبت به خط 6 طراحی میکنیم که این خط پهلوی کار ما رو تشکیل میده. برای اندازه‌گیری قد کارمون هم متر رو روی نقطه 1 قرار میدیم و قد لباسمون رو هر چقدر که میخوایم روی کارمون مشخص میکنیم. و پایین کارمون این نقطه رو نقطه شماره 10 و روبروش رو نقطه شماره 11 نامگذاری میکنیم. روی اکثر لباسای مردونه قسمت پشت کارشون این قسمت یه تیکه میخوره که توی اصطلاح خیاطی به اون تیکه یوک گفته میشه. شما میتونید این یوک رو طراحی کنید، میتونید این یوک رو طراحی نکنید. اگر بخواید مثل من یوک رو طراحی کنید، از نقطه شماره 2 به اندازه 11 تا 12 سانتی متر ثابت داخل میشید و این نقطه رو نقطه شماره 12 نامگذاری میکنیم. از نقطه شماره 12 خطی عمود با خط شماره 1 طراحی میکنیم به صورتی که حلقه آستین ما رو قطع کنه. این نقطه به دست اومده رو نقطه شماره 13 نامگذاری میکنیم. از نقطه شماره 13 به اندازه 10 سانتی متر ثابت به سمت داخل علامت میزنیم. این نقطه 14 ما رو تشکیل میده. دوباره از نقطه شماره 13 به اندازه 1 سانتی متر بالا 1 سانتی متر پایین داخل میشیم و برای حلقه آستین کارمون یه پنس طراحی میکنیم که این پنس باعث میشه آستین توی تنمون خوش فرم تر بایسته. البته پیشنهاد من برای شما اینه که اگر میخواید آستین افتاده طراحی کنید این پنس رو در نظر نگیرید، ولی اگر آستین کار شما افتاده نیست و سرشونه شما دقیقاً روی شونه شخص قرار میگیره این پنس رو حتما لحاظ کنید. اگر لباس جذب طراحی میکنید باید قسمت گودی کمرش به حالت فیت توی تن بایسته. پس کاری که میکنیم فاصله بین دو نقطه 8 تا 11 رو اندازه گیری میکنیم و وسطش رو پیدا میکنیم که این نقاط به دست اومده رو وقتی به هم دیگه وصل کنیم خط کمر ما به دست میاد. خط کمر کارمون رو طراحی میکنیم به اندازه 1 الی 1 سانت و نیم داخل میشیم و از نقطه شماره 8 به این نقطه و از نقطه شماره 11 به این نقطه طراحی میکنیم. تا اینجای کار الگوی پشت ما طراحی شد. فعلا با الگوی پشتمون کاری نداریم و برای ادامه کار الگوی جلومون رو طراحی میکنیم. برای طراحی الگوی جلوی کارمون خط شماره 6 رو تا یه مقدار امتداد میدیم. در ادامه فاصله بین دو نقطه 6 و 8 رو اندازه گیری میکنیم و این مقدار هر چقدر شد روی این خطمون به دست میاریم. این نقطه رو نقطه شماره 15 نامگذاری میکنیم و فاصله بین دو نقطه 15 تا 6 رو اندازه گیری میکنیم. این فاصله هر چقدر شد از نقطه شماره 2 به همون مقدار داخل میشیم. نقطه ای که مقابل نقطه شماره 2 به دست اومد رو نقطه شماره 16 نامگذاری میکنیم. توی این مرحله از نقطه شماره 16 به اندازه 4.5 سانت ثابت پایین میایم و این نقطه رو نقطه شماره 17 نامگذاری میکنیم. از نقطه شماره 17 خطی عمود نسبت به خط مرکزی جلومون طراحی میکنیم. این خط به دست اومده خط شیب سرشانه جلوی کار ما رو تشکیل میده. قسمت پشت کارمون شیب سرشانه ما روی خط شماره 2 بود و قسمت جلوی الگومون شیب سرشانه ما روی خط شماره 17 قرار میگیره. یعنی در قسمت جلو شیب سرشانه ما پایین تر طراحی میشه. برای طراحی یقه جلوی الگومون از نقطه شماره 16 به اندازه 7 سانتی متر ثابت داخل میشیم و از نقطه شماره 17 به اندازه 3 سانتی متر ثابت پایین میایم. این نقطه رو نقطه شماره 18 و این نقطه رو نقطه شماره 19 نامگذاری میکنیم. نقطه شماره 18 و 19 رو با پیستوله با یه هلال ملایم به هم وصل میکنیم که این خط
هلال یقه جلوی ما رو تشکیل میده. برای اینکه بتونیم اندازه سرشانمون رو روی خط شماره 17 مشخص کنیم، فاصله بین نقطه شماره 3 و نقطه شماره 5 رو اندازه گیری میکنیم. این فاصله هر مقدار بود، مترمون رو روی نقطه شماره 18 قرار میدیم و تا جایی که نقطه شماره 17 رو قطع کنه مترمون رو تکون میدیم که این نقطه برای من این قسمت میشه. این نقطه شماره 20 نامگذاری میشه و نقطه شماره 18 رو به نقطه شماره 20 طراحی میکنم. به این صورت شیب سرشانه جلوی کارمون هم طراحی میشه. اندازه کارر پشت ما فاصله بین دو نقطه 6 و 7. این فاصله رو اندازه گیری میکنیم و هر مقدار شد منهای 1 سانت و نیم میکنیم و اون اندازه رو از نقطه شماره 15 داخل میشیم و علامتش رو مشخص میکنیم. این نقطه کارر جلوی ما رو مشخص میکنه. این نقطه شماره 21 نامگذاری میکنیم و از نقطه شماره 21 نسبت به خط 15 خطی رو عمود میکنیم که خط سرشانه ما رو قطع کنه. به این صورت خطی رو طراحی میکنیم که خط سرشانه ما رو قطع کنه. فاصله بین این دو نقطه رو اندازه گیری میکنیم و اندازش هر چقدر که شد تقسیم بر 2 میشه. الان برای من این فاصله این مقدار میشه. این نقطه رو به نقطه شماره 20 وصل میکنم و دوباره همین نقطه رو به نقطه شماره 8 به وسیله پیستول با یه هلال ملایم طراحیش میکنم. گودی حلقه آستین خیلی زیاد نباشه، با یه هلال ملایم طراحیمون رو انجام میدیم. اگر برای قسمت پشت الگومون گودی کمر رو در نظر گرفتیم، به همون مقدار برای قسمت جلو هم گودی کمر رو در نظر میگیریم. من چون میخوام کارم آزاد بشه این گودی رو در نظر نمیگیرم. این کار فقط برای اینکه شما متوجه بشید انجام دادم. من این گودی رو در نظر نمیگیرم و کارم رو به صورت باکسی برش میزنم. کار دیگه ای که شما میتونید انجام بدید و الگو سازیش کنید به این صورت هست که اگر دوست داشته باشید پهلوی کارتون رو میتونید به صورت هلال طراحی کنید و اگر دوست نداشته باشید به همین صورت به صورت صاف میتونید این طراحی رو انجام بدید. برای طراحی این هلال وسط دو نقطه 10 و 11 و این قسمت رو پیدا میکنید. روی خط شماره 11 به اندازه 6 تا 8 سانتی متر بالا میرید و نقطهش رو مشخص میکنید و این دو نقطه که به دست اومده رو به وسیله پیستوله با یه هلال خیلی ملایم به هم وصل میکنید. این نقطه به این نقطه و دوباره به وسیله پیستوله این دو نقطه رو به هم وصل میکنید. به این صورت پهلوی کار ما به صورت هلال طراحی میشه که شما میتونید این هلال رو در نظر بگیرید، میتونید خط صاف رو در نظر بگیرید. در ادامه برای CF کارمون یا خط مرکزی جلومون باید دکمه خور در نظر بگیریم. برای طراحی دکمه خور یا رو هم رفته کارمون از CF کارمون به اندازه 2 تا 2 سانت و نیم بیرون میایم و این نقاط به دست اومده رو به هم دیگه وصل میکنیم. این قسمت دکمه خور ما رو تشکیل میده. حالا از نقطه شماره 16 در ابتدای خط صاف رو طراحی میکنیم. این نقطه رو نقطه شماره 21 نامگذاری میکنیم. از نقطه شماره 21 به اندازه نیم تا 75 صدم پایین میایم و حالا هلال یقه جلومون رو به این نقطه وصل میکنیم. این باعث میشه که یقه کارمون خوش فرم‌تر بیسته توی تن. ما الگومون رو تا این مرحله پیش بردیم. برای ادامه الگو این دو الگو رو برش میزنیم. یه کار خیلی مهم و اساسی توی دوتا الگو باید انجام بدیم که در ادامه من بهتون میگم. ما برش الگوهامون رو انجام دادیم. این الگوی پشت ما و این الگوی جلوی کار ما. کاری که اینجا میکنیم، من یوک پشت کارم رو از کارم جدا میکنم. قبلا هم گفتم من چون میخوام کار باکسی و آزاد بدوزم
این لقه‌ای که اینجا هست رو در نظر نمیگیرم، ولی شما اگر کار جذب میخواید بدوزید حتما این لقه رو اعمال کنید و این لقه رو بگیرید. این قسمت سرشونه پشت کار من و این قسمت سرشونه جلوی کار من. این قسمت رو توجه کنید. سرشونه جلو و پشت کارم رو به این صورت کنار همدیگه قرار میدم. دقیقاً 2 تا خط رو مماس همدیگه قرار میدم و به این صورت با هم فیکسشون میکنم. حالا از خط سرشونمو به اندازه 2 سانت به سمت الگوی جلوی کار علامت میزنم. از این سمت کار هم به اندازه 2 سانت علامت میزنم. این 2 تا نقطه رو به هم دیگه وصل میکنم. و حالا خط سرشونه اصلی ما این قسمت میشه، این خط دومی. حالا سرشونه کارم رو از خط دومی برش میزنم و الگوی کار من به این شکل در میاد. اگر از این پست خوشتون اومد و این ویدیو براتون مفید بود، این پست رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله پیج رو فعال کنید. توی پستای بعدی یقه مردونه این کار و آستینای این کار رو با همدیگه قرار آموزش ببینیم. پس پست بعدی رو اصلاً از دست ندید.